توی عزیز نماینده دوره صحبت کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون و به نستعین. بنده سید جعفر خلقی عزم خودم جذب کردم ان شاء الله یه دفعه برم تو مجلس دیگه 100% قطعی کار ما. سلامت باشید. آقا هدفتون برای دوره چیه؟ هدف من دو تا هدف قاطع دارم. یکی که تمام جوانای بیکار از صحنه بردارم، همشون یا برن کمپ ان شاء الله یا زندان. معنی نداره جوان بیکار باشه توی کشور و مملکت بگرده، اصلا درست نیست برای ما. بعد یه هدف دیگه دارم که برق نرو و ان شاء الله لوله نپک. جسارتا من شنیدم آقازاده هاتون آمریکا زندگی میکنن. اینا عزیز من برای تنبیه و تبعید اونجا هستن که قدر این نعمت خدادادی تو مملکت ما. بله اونا آمریکا دارن زجر میکشن. بعد جسارتا مدرک تحصیلیتون چیه شما؟ مدرک